آقا کسایی که انیمه ناروتو رو دیدن یا کلا ناروتو فنن 100% با چیدوری و راسنگان آشنایی دارن و میدونن که این دوتا چقدر تکنیکای قوی هن و چقدر چاکرا مصرف میکنن و شاید تا حالا واسهشون سوال شده باشه که آقا کسی تو دنیا ناروتو هست که بتونه این دوتا تکنیک رو با هم استفاده کنه؟ بله، آخر این ویدیو رو بهت میگم کیه. ما کاکاشی رو میدونیم که میتونه از جفتش استفاده کنه، ولی نه به صورت همزمان یا با هم ترکیبشون کنه. چرا؟ چون کاکاشی چاکرا خیلی محدودی داره و توانی استفاده از جفتش رو نداره. حالا این دوتا توسط کیا ساخته شدن که احتمالاً تمام ناروتو فنا بدونن که چیدوری توسط کاکاشی ساخته شد که ساسکه اکثرا استفاده میکنه و راسنگان هم توسط میناتو ساخته شد که پسرش ناروتو اونو کامل کرد. حالا راسنگان و چیدوری چگونه تولید میشن، چطوری ساخته میشن؟ راسنگان چاکرایی که تو دستته رو جمع میکنی و اونو به شکل یک گردباد فشرده و چرخان در میاری، این میشه راسنگان. حالا چیدوری که چاکرایی که روی چاکر رد تو دستته متمرکز میکنی تا به شکل رعد و برق شدید و قوی آزاد بشه و با سرعت بالایی ضربه بزنه، این هم شد توضیح چیدوری. حالا اکثر شخصیت‌های ناروتو میتونن راسنگان استفاده کنن، ولی چیدوری یه قانون داره، حتما باید شارینگان داشته باشی که بتونی از چیدوری استفاده کنی. پس ما تمام شخصیت‌های ناروتو رو میذاریم به کنار به جز اوچیها و کسایی که کلا شارینگان دارن. و بین این همه شخصیت تنها شخصیتایی که میتونن این قدرت رو کنترل کنن اوبیتو، ایتاچی و مادارن که اوبیتو و ایتاچی خیلی چاکر قوی و قدرت ذهنی بالایی دارن و اصلا هیولایی هم واسه خودشون، ولی نسبت به مادارا چاکر خیلی کمتری دارن. اونا هم میتونن از این دوتا تکنیک همزمان استفاده کنن، ولی احتمالا یا چاکراشون کلا ته میکشه یا از حال میرن. ولی مادارا به دلیل چاکرای فراوانی که داره اصلا میتونه کوراما رو احضار کنه، تمام نهدوما رو احضار کنه، اصلا یه هیولاییه، میتونه از جفت این تکنیک ها به راحتی استفاده کنه و کاملا ترکیبشون کنه. ولی متاسفانه نه راسنگان رو بلده نه چیدوری.